در شهر دوشنبه دهها پزشکان خارجی اطفال توجیک که نقصان مادرزادی قلب دارند جراحی میکنند. و عیب در آش است و یا ماش صاحب ملکان منزل‌های بلندوشانه میخواهند نظارت بیناها را به دست خود بگیرند، ولی اداره کمونالی شهر به این مخالفت دارد. خب پرداخت قرض خانه‌های بلندوشانه که صاحب ملکان صاحب شدن اونا پرداخت میشدن، یگان جای بحث هم نبود. برنامه را با خبری حمله تروریستی شروع میکنیم که روزی گذشته در امریکا به عمل آمد. حمله‌ور 29 ساله که از او زاده ازبکستان نام برده می شود در منهتن با ماشین راهگذران را پخش کرده است. در نتیجه چند تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و خواستار سنجش جدی مهاجران شد. عبدالله اشرف با تفصیلات بیشتر. بعد حمله 31 اکتبر که حیات 8 نفر را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دستور داد که تفتیش مهاجران توسعه یابد. مقامات ایالات متحده آمریکا حمله روز سه‌شنبه را عملی تروریستی عنوان داده، فرد متهم در این حمله را که زاده ازبکستان است بازداشت نمودند. از زمان حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 این بار اول است که در شهر نیویورک حمله مرگبار بالای راهگذرها توسط ماشین به وقوع پیوسته است. مقامداران نیویورک میگویند در نزد سابق بنای مرکز جهانی تجارت فرد متهم با حمله با ماشین اجاره به طرف راهگذرها حرکت کرد. رسانه‌های آمریکایی نوشتند که مسئولیت حمله بر دوش سیف الله حبیب اللهویچ سایپووی 29 ساله است که در سال 2010 به آمریکا هجرت کرده است. به قول شاهدان سایپوف با صدای بلند الله اکبر گفته با ماشین چند راهگذر و افراد سوار دوچرخه را هدف قرار داد. سپس ماشین با اتوبوس مکتبی برخورد. همچنان رسانه‌های خبری با اشاره به اظهارات مفتشان نوشتند که در ماشین اجاره سایپوف دستخط را پیدا کردند که بر پایه آن این مهاجر ازبک حمله را از نام گروه دهشت افکنی دولت اسلامی راه اندازی کرده است. بر اساس معلوماتی که داریم این عمل خائنانه تروریستی بود که مردم بیگناه را هدف قرار داد. مردمی را که در فکر زندگی خود بودند و هیچ انتظاری حمله را نداشتند. ما میدانیم که در این عمل مردم کاملا بیگناه به هلاکت رسیدند. یک مهاجر ازبک تبار با نام میرحمت مومینوف به رادیو آزادی گفت که سیف الله سایپوف را میشناخت. مومینوف علاوه کرد که سایپوف ابتدا در ایالت اوهایو و از سال 2013 به ایالت فلوریدا کوچ بسته به وجه عموم از حساب رانندگی روز میگذراند. عبدالله شروف درباره حمله تروریستی در امریکا گزارش میداد. ضمناً حمله‌ور سیف الله سایپوف هنگام پیاده شدن از ماشین از تیر پلیس جراحت برداشت و حالا در بیمارستان قرار دارد. همکارم طاهر سفر با سیروژین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و نخست از او پرسید که این زاده ازبکستان از کدام طریق به امریکا راه یافته است. در سن 22 سالگیش سیف الله لطریه گرین کارت را برنده می شد و از ازبکستان از تاشکند به امریکا روانه می شد. سالهای اول در نیویورک می ماند، اونجا ازدواج می کند با یک دختری که خانواده ازبکستانی که در اونجا در امریکا زندگی می کرد و 3 فرزند دارند الان. پس از نیویورک آنها به اوهایو، نیوجرسی و مناطق گوناگی امریکا مستقر میشن، اونجا میروند، اونجا زندگی میکنن، ولی خود سیف الله آنقدر موفق نمیشد در کارش، در زندگیش. اساسا رانندگی میکرد و وقت آخر به گفته برخی از دوستانشون اوبر یعنی راننده تاکسی بود. مقامات ازبکستان درباره سیف الله سایپوف چی میگویند؟ چه اطلاعات شما به دست آوردید؟ مقامات ازبکستان هنوز چیزی نگفتند، ولی به اطلاعی که به دست ما آمد در تاشکند نیز تفتیشات آغاز شده است. قبلا رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ تعزیه‌نامه اظهار کرده و گفته بود که ازبکستان آماده است با آمریکا همکاری کند در این مسائل. و خود شما با چند نفری که سیف الله را میشناختند صحبت کردید، آنها راجع به این جوان چی میگویند؟ با گفته دوستانشان سیف الله بسیار بچه اگریسیو بوده،
خیلی جنجالی بوده و وقتی که آهیا زندگی میکرد پس از جنجال‌های متداوم تصمیم گرفته است که به نیوجرسی با عائلش کوچ کند و بعضا به مسجد نیست می آمده، ولی یکی از دوستان نزدیکش که به او کار هم داده گفته است که سیف الله وقت آخر 6 ماه آخر کارش پیشرفت نکرده و در دپرسی بسیار عمیق بوده و حتی پس از سفر شوکت میرزی‌یویف به امریکا او میگفته که به ازبکستان برمیگردد، ولی برای چی این عمل را انجام داد تا هنوز معلوم نیست. به هر حال تاثیر غایه‌های رادیکالی اسلامی و دپرسی که او داشت تاثیر گذاشته بود. شکل کامل این صحبت رو شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. گروه طبیبان از چند کشور دنیا دوام 2 هفته حدود 100 طفل توجیک را که دارای نقص مادرزادی قلب هستند جراحی میکنند. رایگان جراحی کودکان در یکی از بیمارستان‌های شهر دوشنبه انجام می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همه ساله در کشور بیش از 200,000 نوزاد به دنیا میآید و تا 800 نفری آنها با نقصان دل تولد می شوند. اکثرا بنابر کمبود مالیوی والدین برخی از این طفلان نمیتوانند کودکان خود را جراحی کنند. همکاران ما در این باره گزارش آماده کردند. زیاودین 14 ساله میخواهد بازیگر فوتبال شود. از مادر با علت قلب به دنیا آمده است. طبیبان او را از فوتبال پرهیز فرمودند. دادم سخت میکنم میخرم تو ولی فوتبال بازی کردن نمیمونم. زیاودین مخلص تیم فوتبال استقلال دوشنبه است. میخواهد به جز تماشای بازی آن شیوه بازیگران را تقلید نماید. برای رسیدن به این آرزویش همراه با مادرش به مجمع تندرستی استقلال شهر دوشنبه آمد و راضی است که قلبش را جراحی کنند. برای جراحی رایگان نامنویس شده است، اما هنوز معلوم نیست که نوبتش میرسد یا نه. کدام بیمارخانه نباشد من رفتگی درخواست کردگیم گذشتگیم همه کاغذاشه همین قریب 30,000 سومون چند بار اپراسیون میکنم. مثلا نه همین شرایط نبود که پسرچم تا جراحی مثلا برده رسونم. میسیا یا قافله خیروی جراحی رایگان کودکانی با علت قلبی تولد شده که با پشتیبانی بنیادی محمد رشید مخدوم از امارات متحده عرب در بیمارستان استقلال دوشنبه جریان دارد، صدها والدین کودک تاجیک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب را امیدوار کرده است. صدها پدر و مادر که امکان و بودجه جراحی کردن فرزندان بیمارشان را ندارند چند روز است تلاش نامنویس کردند برای جراحی رایگان فرزندانشان را دارند. این پروژه مدت 2 سال است که از جانب فوند خیریه لانه با همکاران خود با فوندهای خیریه‌ای که در بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند پیشنهاد کرده شد. برای انجام طرح جراحی رایگان بیماری‌های مادرزادی قلبی کودکان حدود 30 جراحان قلب و 20 کارمند خرد و میانه طبی از کشورهای خارجی جلب شده است. عملیات‌های قلبی کودکان از 28 اکتبر آغاز شده تا 4 نوامبر ادامه خواهد کرد. فعلا در نقشه است که در دایره این طرح حدود 100 کودک گرفتار مریضی‌های مادرزادی قلب جراحی شود. اما شماره نیازمندان به جراحی خیلی زیاد است و والدانی که کودکانشان جراحی شده است خود را خوشبخت می‌دانند. برنامه را ادامه میدیم. بیش از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذای آشخانه در شهر سنت پترزبورگ زهرآلود شدند. از آنها تنها 3 نفرشان به بیمارستان مراجعت کردند. این مهاجران میگویند که ظاهراً بعد استعمال غذای آشخانه واقع در داخل فروشگاه نارودنی زهرآلود شدند. آنها کارگران همین شبکه مغازه‌های محصولات خوراکواری بودند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه با آنها هشدار دادند که اگر از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از کار برکنار می شوند. ساکنان برخی از بناهای بلندوشانه در شهر کولوب چند است که نمی توانند با اداره کمونالی شهر به مصالحه برسند. ساکنان میگویند از خدمات کمونالی این کارخانه روزی نیستند و شرکت صاحب ملکان منزل را تأسیس دادند. ولی مسئولین این کارخانه نمیخواهند حجت‌های بناها را به دست این شرکت سپارند. چنانچه روی این موضوع در گزارش مومین احمدی.
ساکنان این بینای واقع در کوچه اسماعیلی سامانی کولاب چند وقت باز با کارخانه دولتی استفاده منزل شهر بحث دارند. مهلت داده بودند خدمات روبری همین کارخانه کمونالی را. در دوام 2 روز همین حجت‌های رو با ترتیب در آورده با شرکت‌ها سپرده 10 شرکتی که تشکیل شده بود. دیگر آنها نمیخواهند به این کارخانه برای خدمت رسانی‌های کمونالی که به قولشان آنها نمیکنند پول بدهند. از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون به صاحب ملکان بلندآشیانه‌ها حقوق داده شد که با شرکت‌های خدمت رسانی کمونالی همکاری اختیاری داشته باشند. در شهر کولاب 164 بینای بسیار طبقه است. ساکنان 15 بلندآشیانه قرار دادند شرکت‌های خصوصی خود را تأسیس بدهند و روبوچین و ترتیب خانه‌هایشان را به دست بگیرند. فعالیت ما نزد نالوگ ده شهادتنامه گرفتگی مور داریم، رشان شد شدگی بانکی امانت بانکی منطقه ده پولی که ای خلق ای اعضای شرکت داشته می شود هم ایامی در رشان شد برای بهبودی همین شرکت استفاده بوده می شود. بر طبق قانون بعدی از قید دولتی گذاشتن شرکت صاحب ملکان منزل، کارخانه هایی که قبلا مال و ملکی عمومی بلند آشیانه ها را در اختیار داشتند، عهدهدارند همه حجت های بنا را به اختیار شرکت های نو بدهند. شرکت دولتی کمونالی کولاب به هر بهانه حجت های 15 بینایی که جمعیت های خود را تأسیس دادند نمی دهد. در کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کولاب بر رادیو آزادی گفتند که 15 بینایی که به اختیار شرکت های صاحب ملکان گذاشته است، از آنها 179,000 سامانی قرض دارند. آنها میخواهند شرکت های جدید پرداخت این مبلغ را به عهده گیرند. سبب مانع ایجاد کردن در گرفتن حجت ها را راضی نشدن شرکت ها برای مساعدت به گرفتن قرض مینامند. خب پرداخت قرض خانه بلندیوشهایی که صاحب ملکان صاحب شدن اونا پرداخت میشدن، یگان جای بحث هم نبود. در سازمان جمعیتی شهروند که زمان است لایحه تأسیس جمعیتی صاحب ملکان منزل را در شهر کولاب پیش میبرد، شرط گذاری این اداره دولتی را غیر قانونی می‌حسابند. قانون طلب میکند که مسئله قرض های صاحب ملکان منزل با فایده شرکت های صاحب ملکان منزل حل کرده شود. یعنی قرض ها، بیناها با حجت ها با قرض ها به شرکت های صاحب ملکان منزل سپرده شوند. زیاده از 30 سال شده است که ساکنان بلندآشیانه در کوچه اسماعیلی سامانی میگویند در نزد کارخانه دولتی قرض ندارند. آنها بدون تأخیر هر ماه به ناظران اداره دولتی منزل شهر برای هر یک اعضای عائله‌شان 10 سامانی می پرداختند، اما این پولها کجا صرف می شدند نمیدانند. و در یک هفته اخیر خدمات گمرکی تاجیکستان از اشکار شدن 3 مورد قاچاق محصولات چینی به کشور خبر داد که در مجموع ارزشش حدود 20 میلیون سومانی می باشد. یک صاحبکار از شهر خوجند که طول 3 سال اخیر مشغول تجارت اشیاء روزگار از چین می باشد و از افشای نامش خودداری کرد تا در تجارتش مشکل ایجاد نشود، میگوید هنگام وارد کردن محصولاتش به تاجیکستان با ماموران گمرکی با بیشترشان آشنایی دارد، توافق میکنند که هنگام به رسمیت درآوردن بار وارداتی مقدار آن را کمتر و ارزشش را ارزانتر نشان دهند. برنامه ما انجام یافت. برای پیدا کردن خبرگزاری‌های بیشتر به سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید. www.azadi.org صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همه شما برای همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.